اگر خداوند شرمنده شدن کسی را نخواهد، هیچ کس او را شرمنده کردن نمیتواند. دو جوان عربستان بسیار عرقنوش بودند. به استراحت به شهر ترکیه سفر میکنند. وقتی در ایرپورت ترکیه میفرویند، کارگرای ایرپورت وقتی اینها را میبینند، سله و لباسهای اینها را میبینند، فکر میکنند که شیخهای عرب است. او دو جوان در بهترین مهمانخانه جای میکنند. او دو جوان در بهترین مهمانخانه جای میکنند. این دو جوان میگه شب عرق میزنند و مست میگردند. یکی بسیار مست میشود، یکی دیگر نیم مست و نیم هوشیار. قریب نماز بامداد شده ایستاده است. همه مردم در مسجد منتظر هستند که اینها میخوامند و نماز مردم را میگذارند. و به مولا امام گفته ایستادند که بخیز نماز مردم را بگذار، وقت رفته ایستاده است. مولا امام میگه که نه، وقتی که این شیخ‌های عرب که در اینجا هستند، من حقوق ندارم نماز مردم را بگذارم، اونها را دعوت کنید. یکی از جوانها به سر اینها می رود و در را می زند. یکی از این جوانها پس در می آید، می گوید کی هستی؟ میگه من یک جوان از اهل همین دیه هستم. نماز بامداد شدگی است، مردم شما را منتظر هستند در مسجد که نماز اونها را بگذاری. وقتی این سخن ای جوان میشنوه، مثل که سیبت میزنش همون که میشه. خب میلش میگه حاضر می آییم. دوست خوش رفته بیدار میکنه، میگه ای دوستم بخی. مردم این دیه آمده است که نماز اونها را ما و تو بگذاریم. چی کار میکنیم؟ خیال ها را نماز مردم را بگذار. میگه تو دیوانه هستی، من یک سوره نمیدونم. تو نمیدونی؟ میگه من دو سوره میدونم، سوره الحمد یعنی فاتحه و سوره اخلاص قل هو الله. من همین دو سوره میدونم. میگه دیگر چی کار میکنیم؟ اگر باز ما نرویم ما شرمنده میگردیم. در حال طهارت میکنند و به مسجد حاضر میشوند. مردم میگه به نهایت اینها را احترام کرده ایستادند. یکی از این جوان ها میگه پیش میدراید، وقتی سوره فاتحه را خواندند در یادش مهربانی خدا میآید. میگه چنان گریه میکنه که از گریه او اهل مسجد در گریه میدرایند. میگه نگاه که شیخا را در وقتی نماز خواندن گریه میکنند، از خدا میترسند. وقتی نماز خدا را به انجام میرسانند، مردم دیگه همه اینها را زیارت کرده ایستادند. اینش به خانه خودش دعوت کرده ایستاده است، دیگرش به خانه خودش دعوت کرده ایستاده است. میگه جوان همون لحظه توبه میکند و یکی از قاریان پیش عربستان میگردند. قدرت خدا را ببینین. خداوند اگر شرمنده شدن کسی را نخواهد، هیچ کس اون را شرمنده کردن نمیتواند. ما و شما شکرانه اذان بکنیم که خدا را میشناسیم و تلاش علم بکنیم و بخوانیم. خدا مهربان است. علم انسان با قدر میگرداند. ببینین یک عرقنوش باشد، اگر ما و شما بدونیم که همون عرقنوشه، اهمیتش نمیتیم، قطعش خوشمون نمیتیم سلام کنیم. اما یک عالم باشه، یک قاری باشه، خواهش داریم با او زیارت کنیم و همنشینی کنیم و اونها رو به خانه‌های خود دعوت میکنیم. برای چی؟ برای قدر منزلتش که از دیگرها فرقیت دارد اونها، یعنی که اونها را خدا علم دادگی هست. قصه دلالت به اون میکند که خداوند مهربان داریم. عرقنوش شرمنده نکرد، عرقنوش عزت داد. همون لحظه توبه کردند، عشق خدا در دلشان جای شد و بهترین قاری گشتند. حالا هم ما جوان هستیم، حرکت کنیم بخونیم، انشاءالله آینده خوب است. خداوند یارو مددگارتان باشد.